واقعیت اینه که ما توی یه دور باطل گیر کردیم. انگار ما توی یه ماتریکس بزرگیم و بدی ماجرا اینه که خیلی وقتا دوست نداریم از این ماتریکس خارج. یه ویدیویی قبلا ترند شده بود که خیلی مفهوم عمیقی داشت. نشون میداد که مثلا زمانیه که اولین ماشین لباسشویی اختراع شده. طرف اومد بساط کرد کنار خیابون، شروع کرد داد و بیداد که آهای من ماشین لباسشویی دارم، ماشین لباسشویی میتونه کاری کنه که جای اینکه شما خودتون لباساتون رو بشورید، بدید این ماشین رختاتون رو بشوره. یه بابایی داشت رد میشد، اومد سمت این گفت که ما برای چی خودمون لباسامون رو نشوریم؟ گفت که برای اینکه وقتت آزاد باشه. گفت وقتم آزاد باشه که چی؟ گفت وقتی وقتت آزاد باشه میتونی بری سینما، میتونی با خانوادت باشی، میتونی کلی عشق و حال کنی. گفت جالبه، خوشم اومد. حالا من چجوری میتونم این ماشین لباسشویی رو ازت تهیه کنم؟ گفت ببین باید اینقدر پول بدی، من میتونم بهت قسطی هم بدم. طرفی خود فکر کرد، گفت من برای اینکه این ماشین لباسشویی از تو بخرم باید چندین برابر این زمانی که این ماشین لباسشویی باعث میشه من زمانم تلف نشه برم کار کنم. پس برای چی اینو تو بخرم؟ قصه عجیبیه و نشون میده که گاهی ما تو چه دور باطلی هستیم. واقعیت اینه که ما با اینکه خیلی پیشرفت کردیم هنوزم وقتی برای خودمون نداریم. نظام سرمایه‌داری حواس ما رو پرت کرد و ما رو انداخت توی چرخه روزمره و همینجوری ازمون بهره میکشه. این قصه‌ای که گفتیم، قصه ماتریکس، به خوبی در فیلم عصر جدید چارلی چاپلین اومده. اونجا نشون میده که آدم‌ها شبیه ربات‌ها کار میکنن و فقط کار میکنن، تا اونجایی که توی آخرین لحظات فیلم شخصیت اصلی داستان خودش توسط ماشین‌ها بلعیده میشه و میشه جزئی از ماشین‌ها و خودش میشه جزئی از این ماتریکس.